ژیمناستیک میگه سلطان ورزش است، مادر ورزش است. ژیمناستیک یک رشته انعطاف پذیر است. هر 4 سال بعد مسابقات المپیک برگزار میشه. ما کوشش میکنیم که تلاش کنیم اگر خود ما نتونستیم نسل‌های آینده خود برای مسابقات المپیاد آماده کنیم ان شاء الله. ژیمناستیک ورزش دلخواهم است و دوست دارم ژیمناستیک کار کنم. میخوایم در سطح افغانستان یک ورزشکار عالی و خوب شیم. پیام من به همسنده عزیزی است که درس یافته بخوانند، ورزش کنند و ورزش ضامن سلامتی هر انسان می باشه و گپ های پدر مادر خودم گوش کنند.